روز چهارشنبه در مسکو مذاکرات وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف با کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا ریکس تیلرسون جریان گرفت و در آن جنگ سوریه، مناقشه فلسطینی‌ها و اسرائیل، وضع افغانستان، بحران اوکراین و نظارت سلاح بررسی شد. به دنبال این ملاقات ریکس تیلرسون با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم دیدار و گفتگو داشت. در پایان گفتگو شنید مقامداران روسیه و ایالات متحده آمریکا به خبرنگاران گفتند که روابط دو جانب در پایین‌ترین سطح قرار دارد. در نشست مطبوعاتی وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف و کاتب دولتی آمریکا ریکس تیلرسون هر دو جانب برای توسعه همکاری‌ها اظهار آمادگی کردند، هرچند در بعضی مسائل مهم جهانی نظری مختلف دارند. تیلرسون گفت که دو کشور سعی دارند سردی روابط را برطرف کنند. لاوروف در تصدیق این خبر گفت که همکاری به نفع هر دو جانب است. Российская Федерация выступила за то, чтобы обратить внимание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. روسیه پیشنهاد کرد توجه سازمان منع اسلحه کیمیاوی مقرش در گاگ به مکتوب رسمی حکومت سوریه جلب شود که ارسال فوری مفتشان را برای تحقیق وضعیت در ولایت ادلیب سوریه و هم پایگاه هوایی از سوی آمریکا موشکباران شده را تفتیش کند. سازمان یاد شده صلاحیت تفتیش چنین قضیه ها را دارد. تیلرسون گفت آمریکا باور دارد که حمله کیمیاوی را نیروهای دولتی سوریه عملی کردند و این یک نمونه اخیر استفاده رژیم بشار اسد از سلاح کیمیاوی است. ما بر این نظر هستیم که دوره رهبری سلاله اسد به انجام می رسد و روسیه چون متفق نزدیک سوریه در این نزاع بهترین وسیله ها را در اختیار دارد که این حقیقت را به اسد آشکار کند. در مسئله بحران اوکراین هر دو جانب تاکید کردند که اجرای سازش‌های مینسک راه را برای نظم و ثبات در این کشور باز خواهد کرد.